سلام، وقتتون بخیر. عرض ادب و ارادت. امیدوارم که حال همگی شما که این دوره آموزشی رو میبینید خوب باشه. این دوره آموزشی دوره فاندامنتال مقدماتی هست. تیم MACM با توجه به نیازی که برای تریدرهای ایرانی میدید داخل بازار در ارتباط با آموزش عمیق مفاهیم بنیادی اقتصاد و اینکه آشناتر بشیم با مباحث فاندامنتال، تصمیم گرفت این دوره رو به صورت رایگان برای شما عزیزان آماده بکنه و در اختیارتون قرار بده. این جلسه اولش هست در ارتباط با تاریخچه اقتصاد. میخوایم دیگه با هم صحبت کنیم، بحران‌های اقتصادی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. شاید به نظرتون بیاد که خب تاریخچه اقتصاد اهمیتی نداره، شناختن بحران‌های اقتصادی اهمیتی نداره، ولی یکی از مهمترین جلسات این دوره رو میتونم بگم که با هم دیگه داریم سپری میکنیم و این جلسه بسیار 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 مهم هست. حتما دنبال بکنید. اصلا باید ببینیم اقتصاد چیه. عزیزان، ما داریم به این سمت حرکت میکنیم که اقتصاد مثل احساس تشنگی، مثل احساس گشنگی یک حس بشه در شما. یعنی بدون اینکه فکر بهش بکنید بتونید به سمت پاسخ دادن به این حس برید. همینطور که از ابتدای بشریت در ذات انسان‌ها این داد و ستد وجود داشته و خب قاعدتاً یک کالایی رو شما میدادی، یک کالایی رو میگرفتی و این داد و ستد بیس اقتصاده. یعنی در اصل همینه که امروز گسترده شده و به صورت یک علم در اختیار ما قرار گرفته که بتونیم ازش استفاده بکنیم. با توجه به تجربیاتی که گذشتگان ما کسب کردن، قاعدتاً باید اونها رو بدونیم که بتونیم از این تجربیات امروز استفاده بکنیم. نکته‌ای که باید خدمتتون عرض بکنم اینه که انسان همیشه دوست داشته سود کنه. یعنی قاعدتاً اون بیس اقتصاد بر این اساسه. شما به عنوان یک انسان اولیه در نظر بگیر خودت رو، دوست داری موقعی که یک داد و ستدی انجام میدی توی اون داد و ستد تو دست بالاتر رو داشته باشی و قاعدتاً این مفهوم اصلی اقتصاد رو تشکیل میده. ما در پایان این دوره ها نظرمون این هست که بتونیم قاعدتاً این حس رو در شما به وجود بیاریم که به صورت غریزی پاسخ بدی به اتفاقهای اقتصادی، به عواملی مثل تورم، بازار مشاغل و بازارهای مختلف، بازار مسکن، بخش صنعت در اقتصاد، بازار سهام و از این دست نکات. تا زمانهای زیادی اقتصاددانان گذشته اقتصاد رو در نظر نمی گرفتن. بعد از اینکه یک مدت زمانی حالا از حرفه‌ای تر شدن اقتصاد و علمی تر شدن اقتصاد گذشت، اقتصاددانان شروع کردن گذشته های اقتصاد رو بررسی کردن. یکی از نکات مثبتی که این موضوع داره اینه که شما بری قبلتر اقتصاد رو ببینی چه اتفاقی افتاده، بانک ها چه ریاکشنی انجام دادن، در زمان بحران ها چه راه حل هایی وجود داشته، این هست که به شما قدرت تحلیل میده. یعنی اولین سودی که برای شما داره اینه که به شما یاد میده چطور حال حاضر رو تحلیل بکنی و دومین سودی که برای شما داره خیلی از اتفاقات، خیلی از بحران‌ها تکرار میشن در اقتصاد و شما میتونی از اون تجربه دانستن گذشته اقتصاد قطعا استفاده بکنی و این بحران‌ها رو براش راه حل پیدا کنی قاعدتا. حالا نکته‌ای که باید صحبت بکنم، ما میخوایم از یک تایملاینی در گذشته بیایم تا زمان حال. یعنی شروع میکنیم از سال 1792 بحران‌های اقتصادی رو مرور میکنیم تا پاندمی سال 2020 و راه حل‌هایی که ایجاد شد. برای اینکه سال 1792 بدونید چه اتفاقی افتاد، چه پنیکی وارد شد، باید یکی از نابغه ترین افراد داخل اقتصاد جهان رو بشناسید در تاریخ. آقای الکساندر همیلتون بودن که برای اولین بار سعی کردن برای مدیریت بدهی‌های دولت امریکا یک بانکی رو ایجاد بکنن. اولین کاری که آقای همیلتون انجام دادن این بود که گفتن تا 8-9 ماه دیگه قرار بر این هست که یک بانکی رو افتتاح بکنن و از الان میخوان سهام این بانک رو مورد فروش و واگذاری قرار بدن. کل سهام بانک رو 10 میلیون دلار ارزش گذاری کردن و اعلام کردن که 8 میلیون دلار از این سهام رو قصد فروشش رو دارن. خب قانون این که این سهام ها رو بفروشه به چه ترتیبی بود؟
اول اعلام کرد یک کوپن $25 رو باید خریداری بکنید که تازه این کردیت رو پیدا بکنید که بتونید اون سهام رو بخرید. قیمت هر سهم تقریبا حدود $400 بود و شما با خرید اون کوپن قاعدتاً میتونستید تازه اون سهم رو خریداری بفرمایید. اون سهم رو به چه صورتی میفروخت؟ به صورت اوراق قرضه میفروخت. خب برای افرادی که با فاندامنتال خیلی آشنایی ندارن شاید ندونن اوراق قرضه چیه. ببینید اوراق قرضه رو ما در ادامه این دوره بسیار بسیار ریزتر بازش خواهیم کرد، ولی الان برای اینکه متوجه بشید در واقع اوراق قرضه رو یک برگه‌ای در نظر بگیرید که دولت‌ها به شما میفروشن و شما بدهی دولت‌ها رو اصطلاحاً می‌خرید. یعنی شما یک پولی رو میدید به بانک‌ها. حالا در واقع اوراق مختلفی داریم، بعضیا خصوصی ان، بعضیا بانکی ان، بعضیا دولتی ان. نمیخوام وارد این مباحث بشم، ولی در اون زمان آقای همیلتون برای مدیریت بدهی دولت شروع کرد این سهام ها رو فروختن و اوراق میفروخت، یعنی بدهی دولت رو میفروخت و در نتیجه از سرمایه داران پول میگرفت و میتونست مدیریت بکنه در اون زمان بدهی دولت رو. پس اگر شما یک زمانی میری اوراق قرضه خریداری میکنی، در اصل داری بدهی دولت رو میخری. اگر میری یک اوراق قرضه خصوصی خریداری میکنی، میری بدهی اون شرکت خصوصی رو میخری، اون ارگانیزیشن خصوصی رو میخری و این مبحث اوراق به این ترتیب هست. پس آقای همیلتون یکی از نابغه ترین افرادی که در تاریخ اقتصاد وجود داره، حتما زندگی نامش رو اگر فرصت کردید مطالعه بفرمایید، این روش رو برای مدیریت بدهی دولت امریکا ایجاد کرد. روش بسیار خوبی بود تا اینکه همیشه یک سیستم درست رو میتونه یک نکته منفی کاملا فیل و خراب بکنه. یک دوستی داشت آقای همیلتون به نام آقای ویلیام بوئر. این یکی از دوستان صمیمی آقای همیلتون بود. تصمیم گرفت که سود زیادی رو از این بازار اوراقی که به وجود اومده خریداری بکنه. اومد چیکار کرد؟ اومد از کمپانی های خودش اختلاس کرد، یک نقدینگی رو خارج کرد و یک تقاضایی رو گذاشت پشت اوراق قرضه. از طرفی کانکشن های زیادی داشت، سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاران بسیار زیادی باهاش در ارتباط بودن، از اونها هم نقدینگی رو جمع کرد و وارد اوراق قرضه کرد. چون خودش دارنده اوراق قرضه بود، میخواست قیمت این اوراق رو به سمت بالا ببره و بازار اوراق قرضه رو در اون زمان ملتهب کرد. این التهاب به جایی رسید که در ماه آگوست اون کوپن $25 تبدیل شده بود به $300. قیمت اوراق شدیداً افزایش پیدا کرده بود. نکته دیگه‌ای که وجود داشت این بود که اون بانکی که تأسیس کرده بود آقای همیلتون شروع کرد به وامدهی با نرخ‌های بهره بسیار پایین و این باعث شد بانک‌های دیگه‌ای که در سراسر امریکا وجود داشتن یک مقداری تضعیف بشن. یعنی می اومدن از این بانک وام می‌گرفتن، از آربیتراژش حتی استفاده می‌کردن برای سوددهی و این قضیه بانک‌های دیگر رو تضعیف کرد که این خودش میتونست جرقه شروع یک بحران باشه. کار به جایی رسید که 2 هفته بعد از افتتاح بانک 25% سهام این بانک افت کرد. تمام افرادی که خریدار این سهام بودن با نارضایتی که درشون پیدا شد به دلیل افت 25% ارزش این سهام در کمتر از 2 هفته هجوم آوردن به سمت این بانک برای اینکه اوراق خودشون رو دوباره به نقدینگی تبدیل بکنن، سهام این بانک رو بفروشن و یک بحران بسیار بزرگ به وجود اومد. اولین راه حلی که آقای همیلتون ارائه کرد برای حل این مشکل و از دست نرفتن اعتبار بانک این بود که به سرعت از اصطلاحاً منابعی که بانک داشت استفاده کرد برای خرید مجدد اوراق قرضه، بازخرید اوراق قرضه و قیمت اوراق رو مجدداً به سطح‌های بالایی رسوند و از میزان نارضایتی اون دارندگان سهام این بانک کم کرد. کار دومی که انجام داد برای اینکه بانک‌های دیگه آمریکا خیلی متضرر نشن و این بحران فراگیر نشه، به تمامی اون بانک‌ها با وثیقه از منابعی که خود امریکا داشت وام داد که بتونه اون بانک‌ها رو هم سر پا نگه داره و این بحران رو ازش گذشت. در اون زمان معاملات فردایی، از معاملات فردایی چیزی شنیدید؟ احتمالاً داخل ایران میدونید که یک بازاری به نام بازار فردایی وجود داره و معامله در این بازار ممنوع هست. در
جهان اصطلاحاً بهش بازار فیوچرز، بازار آتی هم گفته میشه که در اون معاملاتی که به نسبت روزهای آینده و آینده اقتصاد هست انجام میشه. خب اولین کاری که در اون زمان دولت انجام داد این بود که معاملات فردایی رو ممنوع اعلام کرد، چون احتمال میداد که این معاملات فردایی و این بازارها یک مقداری وضعیت رو ملتهب‌تر بکنن. این رو که ممنوع کرد، من یه نکته خیلی جالب و جذاب میخوام بهتون بگم که هم برای خود من گفتنش خیلی جذابه، هم احتمالاً شنیدنش برای شما جذاب خواهد بود. 25 نفر از افرادی که این معاملات فردایی رو انجام میدادن و افراد اصلی این بازار بودن اومدن یک گروه خصوصی رو تأسیس کردن. در این گروه خصوصی شروع کردن به معاملات فردایی انجام دادن و الان اون بازاریه که اسمش بازار وال استریت هست، ساعت 6 کش اوپن و همه اینها رو ما مدیون اون 25 نفری هستیم که هسته اولیه تأسیس بازار نیویورک رو بنا کردن و شاید به گوشتون خورده باشه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران ساعت بازگشایی وال استریت هست و اتفاقاتی که میفته، نقدینگی که وارد میشه، سفته بازی هایی که انجام میشه و خرید و فروش هایی که در این بازار امروز انجام میشه رو مدیون اون 25 نفر هستند که در برابر ممنوعیت اون زمان کار خودشون رو رها نکردن، یه گروه خصوصی 25 نفره زدن و الان پایه های اون بازار رو تونستن بنا کنن. خب اولین بحران رو بررسی کردیم. سال 1792 با الکساندر همیلتون آشنا شدیم، در ارتباط با افکاری که داشت، ایده هایی که داشت، بحران هایی رو که حل کرد صحبت کردیم و در نهایت رسیدیم به اونجایی که بازار وال استریت چطور بنا شد که امروز میتونید به این صورتی که در حال حاضر وجود داره ببینیدش. حالا میریم یک مقداری جلوتر. سال 1825 اسپانیا مستعمره های خودش رو آزاد کرد، یعنی در اون زمان پرو، شیلی، اصطلاحاً کشورهایی که مستعمرش بودن آزاد شدن. در اون زمان بریتانیا در اوج شکوفایی خودش قرار داشت. ولز تقریباً 3 میلیون تن زغال سنگ تولید میکرد. منچستر به عنوان اولین شهر صنعتی شروع کرده بود ماشینالات صنعتی رو تولید میکرد و فوق‌العاده بریتانیا وضعیت خوبی داشت. در اون زمان در لندن در سال 1820 فقط یک اوراق قرضه خارجی معامله میشد. انقدر جذاب بود و در اصطلاحاً بریتانیا رونق داشت، وضعیت اقتصادیش خوب بود، درآمدهاشون بالا بود که کم کم این بازار اوراق گسترش پیدا کرد. در سال 1826 23 اوراق قرضه خارجی در بازار بورس لندن معامله میشد و اتفاقی که افتاده بود این بود که قاعدتاً بریتانیا این سرمایه هایی رو که کسب میکرد مجددا وارد این بازار میکرد و در نهایت یک نکته رو شما بدونید، بازار اوراق قرضه بازاری هست که شما که فروشنده اوراقی در اون میتونی نقدینگی به دست بیاری. کشورهایی که از اسپانیا جدا شده بودن مثل پرو، مثل شیلی، گواتمالا، مکزیک، کشورهای آمریکای لاتین، کشورهایی که قبلا مستعمره اسپانیا بودن، اومدن اوراقشون رو در این بازار عرضه کردن. کاری که انجام میدادن این بود که سود این اوراق رو بسیار بالا ارائه میدادن و جذابیت داشت برای این اوراق برای خریداران و سرمایه گذاران. این کشورها اوراق قرضه خودشون رو ارائه دادن در این بازار و تونستن در اون زمان 28 میلیارد دلار نقدینگی به دست بیارن که خب برای اون زمان عدد بسیار بسیار بزرگی بود. نکته‌ای که وجود داره این هست که سرمایه گذاران در اون زمان احساس میکردن با توجه به اصطلاحاً مواضع سیاسی که بریتانیا داره از این کشورها حمایت خواهد کرد، از اوراق این کشورها حمایت خواهد کرد و اوراق این کشورها رو گارانتی خواهد کرد. برای همین با توجه به اینکه اینها خودشون اوراقشون رو با سود جذابی برای سرمایه گذاران ارائه میدادن، اضافه شد بر این قضیه این تصور که بریتانیا از این اوراق حمایت میکنه و اتفاقا یک جمله هم وجود داشت که در اون زمان میگفتن دشمن مادرید دوست ماست و اومده بودن بر ضد اصطلاحاً اسپانیا. تصور بر این بود که بریتانیا قاعدتاً از این کشورها و اوراقشون حمایت خواهد کرد. اتفاق بسیار ناامید کننده که افتاد این بود که بریتانیا از این اوراق حمایت نکرد. سرمایه گذاران بسیار بسیار زیاد خریداری کرده بودند و این خودش باعث شد که یک بحران اقتصادی در اون زمان در بازار بورس لندن اتفاق بیفته. بعدها دولت بریتانیا با حمایت هایی که از این بازار کرد قاعدتاً تأثیرات منفیش رو کاهش داد، ولیکن نکته‌ای که باید در نظر بگیرید این هست: جهانبینی در اقتصاد بسیار مهمه. یک زمانی شما یک اشتباه رو میکنی در پیشبینی یک اتفاق سیاسی،
در پیشبینی روابط دو کشور و متضرر میشی. نکته‌ایه که واقعا در اقتصاد باید بهش دقت بکنید. یعنی شما باید مطالعه کنید، کتاب بخونید و جهانبینی خودتون رو نه از لحاظ صرفاً اقتصادی بلکه از لحاظ سیاسی هم بهتر و بهتر بکنید که بتونید در بازارهای مالی اصطلاحاً زنده بمونید. خب بحران 1857 در واقع تقریبا میتونم بگم از میدوست شروع شد، کوپنهاگن ادامه پیدا کرد، به وین رسید، لیورپول رو در بر گرفت و جاهای مختلفی داخل دنیا که در اون مراکز مهم تجاری دنیا قرار داشتن رو مورد هدف قرار داد. این بحران چطور به وجود اومد؟ در اون زمان بریتانیا اقتصاد فوق‌العاده قوی داشت. استرالیا مستعمره بریتانیا بود، ذخایر بسیار زیاد طلا داشت. بریتانیا در طول اون سالها فوق‌العاده تولید ناخالص داخلی خوبی داشت، درآمدزایی فوق‌العاده‌ای داشت تا اینکه یک شریک تجاری جدید پیدا کرد. یک شریک تجاری که تا امروز هم به عنوان یکی از بهترین شرکای تجاری اون رو نگه داشته. بله، ایالات متحده امریکا شروع کرد مبادلات تجاری خودش رو با بریتانیا افزایش داد. در اون زمان ایالات متحده اقتصاد خوبی نداشت، برای همین کالا از بریتانیا می‌خرید. بریتانیا در ازاش بدهی دولت امریکا رو خریداری می‌کرد، یعنی اوراق می‌خرید و به اون نقدینگی پرداخت می‌کرد که بتونن این سیکل رو با هم دیگه داشته باشن و بتونه از اقتصاد ایالات متحده حمایت بکنه. اواسط 1850 یک تبی به وجود اومد به نام تب راهن. در اون زمان بسیار سرمایه‌گذاری در راهن داغ بود و کمپانی‌ها و کارخانجاتی که در این زمینه فعالیت می‌کردن بسیار سوده بودن. و اگر بخوام یه مثال خیلی زنده‌اش رو براتون بزنم، مثلا 1-2 سال پیش داخل کشور خودمون یک تبی به وجود اومد به نام تب بورس. همه سرمایه ها رو وارد بورس کردن، برخلاف واقعیت های اقتصادی که کمپانی ها نباید اونقدر سوده می بودن. قاعدتاً منجر به یک بحران اقتصادی شد داخل کشور ایران و اون فروپاشی در بورس صورت گرفت که همچنان ما حتی نزدیک به لول های قبلی هم نشدیم. دقیقاً در اون سالها، در سال 1850 و بین 1850 در واقع تا 1860 اتفاقی که افتاد این بود که سرمایه های بسیار زیادی وارد راه آهن داشت میشد. یک شرکتی بود به نام شرکت بیمه اوهایو لایف در این تب غرق شد. یک مقدار سرمایه زیادی رو وارد کرد. در بهار 1857 شدیداً سهام شرکت ها و کارخانجات راهن سقوط کردند و اوهایو لایف ورشکست شد. عزیزان، برای یک بحران اقتصادی حتما نیاز نیست خیلی اتفاق عجیبی بیفته. گاهن فرار کردن یک انسان ثروتمند سرشناس، از بین رفتن یک مؤسسه مالی سرشناس و یک شرکت بیمه، حتی یک شرکت ساختمانسازی اگر ورشکست بشه داخل دنیا، میتونه به صورت دومینووار این اتفاقات ادامه پیدا بکنه و قاعدتاً فشاره که وارد میشه بر روی اقتصاد. خب این ورشکستگی اوهایو لایف شروع دومینوی ایجاد بحران اقتصادی داخل دنیا بود. نکته‌ای که اتفاق افتاد بعد از اون این بود که یک سری اتاق‌هایی به وجود اومده بودن. اون زمان بهش میگفتن اتاق‌های تنزیل یا دیسکاونت هاوس. این اتاق‌ها چی بودن؟ مثل کارگزاری بودن. یعنی می اومدن از سرمایه گذار پول میگرفتن، برای سهام میخریدن. با افت بازار سهام علل خصوص در قسمت راهن در بهار 1857 اون اتاق‌ها هم سرمایه خودشون رو از دست دادن. یک قانونی در اون زمان در بریتانیا وجود داشت که بانک مرکزی موظف بود از این اتاق‌ها حمایت بکنه. گاهن ترازنامه این اتاق‌ها رو که چک می‌کردن، با ترازنامه‌های 10,000 پوندی وام‌های 900,000 پوندی از بانک مرکزی بریتانیا دریافت کرده بودن و به این منظور که خب بانک مرکزی داره این اتاق‌ها رو ساپورت می‌کنه و براشون مشکلی به وجود نمی‌اومد. میگفتن هر موقعی که ما کم بیاریم یا مشکلی از لحاظ اقتصادی به وجود بیاد، قاعدتاً بانک مرکزی هست که ما رو حمایت بکنه. ولیکن زمانی که سهام قسمت راهن خیلی شدید افت کرد، چون سرمایه زیادی رو بریتانیا چه از طریق صندوق سرمایه گذاری چه از طریق بانک ها وارد بخش راهن کرده بود، خیلی متضرر شدن. به صورت دومینووار این اتفاق افتاد و اقتصاد بریتانیا فوق‌العاده در اون زمان قوی بود و تونست این مشکل رو حل بکنه با اعمال سیاست‌های انبساطی که در ادامه این دوره میگم سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی به چه صورت خواهد بود. تونست این مشکل رو حل بکنه و از این مشکل گذر کرد. ولی بدونید چرا چنین اتفاقی افتاد.
به این دلیل که به صورت هیجانی مقدار زیادی سرمایه وارد یک اسید شد، مثل بخش راهن. و بعد از اینکه بدونید هر استی بعد از هر رونقی یک رکود داره، در اقتصاد، در خود زندگی هم همین جوریه، همیشه بعد از یه رونقی یه رکوده و شما باید بدونید که هیچ وقت سرمایه گذاری بیش از حد رو روی یک استی انجام ندید که باعث حباب گرفتن اون اسست بشه. پس یه درسی که از این موضوع میگیریم این هست. میریم سر بحران اقتصادی بعدی که بسیار بسیار برای ما اهمیت داره و باید حتما دنبالش بکنید، چون میخوایم برش گردونیم به زمان حال و ازش استفاده بکنیم و بگیم چه نتیجه ای رو میگیریم، چه تریدهای سوددهی رو میتونستیم بکنیم اگر این بحران رو بررسی کرده بودیم. بحران سال 1907 در اون زمان یک دایورژانس و واگرایی بین بانک‌های مرکزی بریتانیا و امریکا وجود داشت. بانک مرکزی امریکا به اون چنان قوی نبود، ولیکن بنگاه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌ها رو می‌بردن سمت اسیدها و دارایی‌های ریسکی مثل بازار سهام و زمانی که این اتفاق می‌افتاد شما می‌دیدید که رونق داخل اقتصاد داره به وجود میاد، به صورت ظاهری این رونق به وجود می‌اومد و اصطلاحاً سهام کمپانی ها رو به افزایش بود به دلیل رونق بنگاه ها و صندوق های سرمایه گذاری. بعد از مدتی 2 نفر مجدداً این سیکل رو معیوب کردن، دچار مشکل کردن اقتصاد امریکا رو. آقای هاینز و مورمن، 2 نفر که بسیار طمعکار بودن، سعی کردن که پولهای زیادی رو از سرمایه گذاران جمع بکنن، از بانک ها جمع بکنن، از سرمایه داران جمع بکنن و ببرن وارد بازار مس کنن. چرا بازار مس وضعیت خوبی داشت در اون زمان؟ به این دلیل که میدونید بچه‌هایی که با من همراه بودن توی دوره‌های آموزشی مختلف، حالا میتونن برن اونها رو بررسی بکنن، میدونن که مس اصطلاحاً به دکتر کاپر معروف است، یعنی دکتر فعالیت‌های اقتصادی داخل بازار هست و هر زمان که اقتصاد دنیا چرخ دنده‌هاش خوب کار بکنه قطعاً مس به سمت بالا حرکت خواهد کرد و خب نشون میده که مس در صنایع مصرفش زیاده و وقتی داره اقتصاد دنیا خوب کار میکنه پس تقاضا برای مس زیاده، پس قیمت مس به سمت بالا حرکت میکنه. در اون زمان یک شکوفایی ظاهری وجود داشت در اقتصاد امریکا و بانک مرکزی امریکا اونقدری که باید و شاید قوی نبود که بتونه این بازار رو کنترل بکنه. قاعدتاً با حرکت شدید سرمایه به سمت بازار مس در سال 1907 اقتصاد دنیا شروع به کند شدن کرد. زمانی که اقتصاد شروع میکنه به کند شدن، بیس متال ها مثل مس قیمتشون کاهش پیدا میکنه. مقدار زیادی سرمایه این آقای هاینز و مورمن جمع کرده بودن و وارد این بازار کرده بودن که باعث ورشکستگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اون زمان شد. خب یک لحظه صبر کنید، من میخوام یه پرانتز اینجا باز کنم. پرانتزی که میخوام براتون باز کنم این هست که در 1-2 سال اخیر پندمی کرونا اتفاق افتاد. اگر خاطرتون باشه در اون زمان بانک ها شروع کردن به اصطلاحاً انتشار نقدینگی، تزریق نقدینگی به بازارهای مالی و شما برید قیمت مس رو در زمانی که تقریبا دیگه واکسن ها اصطلاحاً جواب داده بودن، اقتصاد داشت وارد فاز اکسپنشن و شکوفایی میشد، برید قیمت مس رو ببینید کاملا فضای صعودی داشته. و زمانی که از لحاظ سایکلی فدرال رزرو شروع کرد به کاهش ترازنامه، شروع کرد به افزایش نرخ بهره، شروع کرد به منقبض کردن اقتصاد. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد جهان کند شد، اقتصاد چین کند شد، چین شروع کرد به کاهش اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی و تمامی این اتفاقات که در دوره کاملا باهاش آشنا میشید. ولی بدونید چین اقتصادش کند شد بعد از اینکه بانک‌ها شروع کردن سیاست انقباضی اعمال بکنن، اروپا اقتصادش کند شد، امریکا اقتصادش کند شد و کند شدن این اقتصادها اقتصاد جهان رو از اون اوج شکوفایی که در 2021 در اثر اعمال سیاست‌های بانکی توسط بانک‌های مرکزی داشتن خارج کرد. بعد از اینکه خارج شد اقتصاد از اون شکوفایی، اگر برید قیمت مس رو نگاه بکنید، همزمان با کند شدن رشد اقتصادی قیمت مس کاهش پیدا کرد، قیمت سنگ آهن کاهش پیدا کرد، قیمت فلزاتی که در صنعت استفاده میشن کاهش پیدا کرد. ما بهشون میگیم کامودیتی ها. حتی قیمت نفت هم کاهش پیدا کرد. یعنی در زمانهایی که اقتصاد شروع میکنه به کند شدن، اینها مواد اولیه و مواد خام صنعت و تولیدات هستن. خب اینها کاهش پیدا میکنن. یک نکته کاملا مشخصه،
و شما نباید در زمانهایی که در بالا و در سقف‌های خودشون قرار دارن این اسست ها رو خریداری بکنید. اشتباهی که هاینس و مورمن در اون زمان انجام دادن و سرمایه زیادی رو وارد اون بازار کردن و نتونسته بودن تشخیص بدن که کجای این سیکل اقتصادی یا اصطلاحاً سایکل اقتصادی یا چرخه اقتصادی قرار دارن و در اوج اکسپنشن نباید بیان روی اسست های ریسکی سرمایه گذاری بکنن. برای همینه که ما از اون موضوعات درس گرفتیم و در زمان رکود برای رونق اسست ها رو خریداری میکنیم، اسست های ریسکی رو، و در زمان رونق میفروشیم و اسست های دارایی امن رو برای زمان رکود انتخاب میکنیم. این دلیل این هست که شما باید گذشته اقتصاد رو بدونید که به راحتی، یعنی به راحتی شما در زمانی که اقتصاد وارد رکود شد در پندمی و قیمت مس کاهش پیدا کرد، قیمت نفت کاهش پیدا کرد، نقره کاهش پیدا کرد، حالا نقره یک مقداری میره سمت فلزات گرانبها، قیمت سنگ آهن کاهش پیدا کرد، شما میتونستید در زمانی که واکسن ها شروع کردن به کار کردن این نتیجه رو بگیرید که خب بانک ها یک سری پول زیاد چاپ کردن، از اقتصاد حمایت کردن، سیاست های انبساطی شدیدی رو انجام دادن و قاعدتا میتونید توی اون کف ها این اسست ها رو خریداری بکنید. این یه تصور خیلی 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 ساده است، یک برداشت خیلی خیلی ساده است از یک بحران اقتصادی که در سال 1907 اتفاق افتاده و شما به راحتی میتونستید از اون بحران امروز پول سازی بکنید و در یکی دو سال اخیر سرمایه خودتون رو افزایش بدید. خب ادامه میدم بحران سال 1907 رو. چی کار کرد آمریکا برای اینکه به هر حال از این بحران خارج بشه؟ تقریباً 500 میلیون دلار نقدینگی رو به عنوان یک سیاست انبساطی وارد بازار کردن و قاعدتاً بانک ها در اون زمان با سفته ها و چک های پشت نویسی شده اعتماد مصرف کنندگان رو مجدداً جلب کردن که از یک بحران بزرگتر جلوگیری بکنن. یک کار اشتباه هم قبلش انجام دادن. برای اینکه ابتداً بتونن این بحران رو کنترل بکنن شروع کردن به فروختن سهام. فروختن سهام باعث بی‌اعتمادی بیشتر در سرمایه گذاران شد. یعنی سرمایه گذار گفت خب این پول نداره که میخواد سهام بفروشه که بتونه پول سرمایه گذار رو بده. و قاعدتاً ببینید ما یک ارتباط مستقیم داریم بین بی‌اعتمادی مصرف کننده و ایجاد بحران در اقتصاد. یعنی شما موقعی که امروز داری توی تقویم دیتای کانسومر کانفیدنس دانشگاه میشیگان رو میبینی بالاتر میاد یا پایینتر میاد، باید بدونی تأثیر خیلی مستقیمی داره تو اینکه اقتصاد چطور در ماه‌ها و هفته‌های آینده کار خواهد کرد و چه خطراتی در مقابل اقتصاد قرار داره. پس نکته‌ای که باید بهش دقت بکنید این هست که در هر صورت با تزریق 500 میلیون دلار و جلب اعتماد مصرف کننده این بحران رو رفع کرد. برای اینکه نقدینگی داخل بازار زیاد نشه و این 500 میلیون دلار کنترل بشه، یک کمیته ای رو به وجود آوردن که این کمیته امروز 5 ثانیه صبر کنید میتونید حدس بزنید اسمش چیه. یک کمیته ای رو برای کنترل این نقدینگی، برای کنترل ترازنامه، برای کنترل سیاست‌های پولی در امریکا به وجود آوردن که امروز بهش میگن فدرال رزرو. بانک فدرال امریکا رو تأسیس کردن. ایده‌ای که همیلتون تقریباً 100 و خورده ای سال پیش داشت و خب عمرش نرسید که به ثمر رسیدن اون بانک اصطلاحاً اصلی که استقلال داره تعیین کننده سیاست‌های پولی آمریکا است رو ببینه، ولی که نتیجه تأسیس اون بانک اولیه و اون جرقه به اینجا رسید که فدرال رزرو تأسیس شد که در آینده این دوره بسیار بسیار در ارتباط با سیاست‌های فدرال رزرو و تأثیرش در اقتصاد امریکا و حتی اقتصاد جهان صحبت خواهیم کرد. بحران بعدی بحران سال 1929 تا 1933 است. در اون زمانها اقتصاد امریکا خیلی داشت خوب کار میکرد و داشت به سمت بالا حرکت میکرد. سهام کمپانی ها، فدرال رزرو بسیار جوان و بی تجربه بود در اون زمان. خب سهام ها شروع کرده بودن به سمت بالا حرکت بکنن، داشتن حباب میگرفتن. CPI و دیتاهای تورمی شاخص بهای مصرف کننده در لول های پایینی قرار داشت. فدرال رزرو بین یک دوراهی قرار داشت که آیا تورم رو زیاد بکنه یا جلوی حباب گرفتن بازار سهام رو بگیره که بحران اقتصادی ایجاد نشه. در اون زمان فدرال رزرو مهلکترین تصمیم تاریخ خودش رو گرفت. فدرال رزرو برای کنترل حباب بازار سهام نرخ بهره رو افزایش داد. با افزایش نرخ بهره اقتصاد شدیداً به سمت کند شدن حرکت کرد. حتی سهام هم همچنان حباب داشت میگرفت.
در سال 1928 افزایش نرخ بهره داد. تا اکتبر 1929 همچنان سهام صعودی بود و فدرال رزرو نتونست حباب گرفتن بازار سهام رو اصطلاحاً ایجاد بکنه و اقتصاد خودش رو وارد رکود کرد. کمپانی هایی که اصطلاحاً داشتن در داو جونز کار میکردن، پول ارزان در اختیارشون بود، مجبور شدن وام ها رو با نرخ بهره های بالاتر بگیرن و پس بدن. به مارجین اون کمپانی ها فشار وارد شد و یک نکته جالب، 25 سال طول کشید که اون ریزش اون سال داو جونز جبران بشه. یعنی 25 سال بعد تازه تونست مجددا برسه به اون لول ها و این تصمیم مهلک فدرال رزرو در اون زمان بود که در تورم های پایین نرخ بهره رو افزایش داد که حباب سهام رو کنترل بکنه. همین چند وقت پیش هم درگیر چنین مسائلی بود، حتی امروز هم درگیر چنین مسائلی هست فدرال رزرو، ولی بسیار پخته تر عمل میکنه، بسیار علمی تر عمل میکنه، چون از وقایع قبلی قطعا درس گرفته، میدونه تا کجا نرخ بهره رو افزایش بده. حتی امروز هم ممکنه اشتباه بکنه، حتی احتمال این وجود داره که فدرال رزرو در انتهای 2023 و ابتدای 2024 وارد رکود بشه، ولی کن این رکودی که واردش میشه اجتناب ناپذیره، به این دلیل که قطعا باید این تورم رو کنترل بکنه. فدرال رزرو باید ترازنامه خودش رو کوچیک‌تر و کوچیک‌تر بکنه و این نقدینگی رو کنترل بکنه و قاعدتاً یک مقداری ورود به رکود غیر قابل اجتناب خواهد بود. یک ارتباطی من میخوام براتون ایجاد بکنم بین فدرال رزرو 1929 تا 1933 و فدرال رزرو پندمی، بعد از پندمی و الان. احتمال این وجود داره که اقتصاد امریکا در انتهای 2023 و 2024 وارد رکود بشه، ولی کن قاعدتا این رکود غیر قابل اجتناب بوده با توجه به نرخ‌های بالای تورمی که در سال اخیر داشته ایالات متحده و قاعدتا زمانی که اقتصاد امریکا وارد رکود بشه فدرال رزرو دیگه میدونه که باید با کاهش نرخ بهره نرخ ترمینال رو پایین‌تر ببره و برسونه نزدیک بکنه به نرخ تورم که بتونه چرخ اقتصادش راحت تر به چرخ اصطلاحاً. پس فدرال رزرو هم حتی از تاریخ خودش استفاده میکنه، از تصمیماتی که گرفته و تأثیراتی که روی مارکت گذاشته استفاده میکنه. شما اگر این تاریخ رو بدونید قاعدتا میتونید پیش بینی بکنید رفتارهای بعدی فدرال رزرو رو. در این دوره بسیار این مثال ها رو براتون خواهم زد، از منحنی فیلیپس بگیر، از بازار کار بگیر، از دیتاهای تورمی بگیر، از سیاست های پولی فدرال رزرو بگیر، از پایه شروع میکنیم و به سمت بالا حرکت میکنیم. پس ببینید شما با بررسی گذشته اقتصاد به راحتی میتونستید کسب درآمد بکنید از امروز وضعیت اقتصادی دنیا. این هم در ارتباط با این نکته‌ای که خدمتتون بعد عرض می‌کردم، بحران اقتصادی که به وجود اومد در اثر تصمیم مهلک فدرال رزرو، در اثر افزایش نرخ بهره که انجام داد. بعد از اون دیگه تقریبا بحران سال 2007 2008 رو داشتیم. سعی می‌کنم اون بحران رو در اپیزود مسکن بهتون توضیح بدم، چون می‌خوام توضیح بدم چرا امروز ما میگیم بردار مسکن به عنوان یک اندیکاتور پیشرو نشان دهنده احتمال ورود به رکود خواهد بود. اون زمان رو بررسی میکنیم، امسال رو بررسی میکنیم، میذاریم کنار هم و با هم دیگه یک سری نتایج جالبی قراره بگیریم در ارتباط با آینده چند سال دیگه اقتصاد. پس بحران سال 2008 رو میذارم که در جلسه بازار مسکن با هم دیگه در ارتباط باهاش صحبت بکنیم. در ارتباط با بحران پندمی هم که دیگه همه میدونید بحران پندمی به چه صورت بود. پندمی باعث شد که تمامی چرخه های اقتصاد تعطیل بشه، کارخانجات تعطیل شدن، تولیدات تعطیل شد، اصطلاحاً شیپینگ و نقل و انتقالات تعطیل شد. بسیاری از زیرساخت ها ضربه بهش خورد، در قسمت میکروچیپ ها، در قسمت تکنولوژی، در قسمت صنعت و در قسمت های مختلف. بانک ها شروع کردن سیاست انبساطی اعمال کردن که از اقتصاد خودشون حمایت بکنن. واکسن ها ایجاد شدن، قرنطینه ها برداشته شد. سیاست های انبساطی بانک ها منجر به رونق ابتداءً و سپس منجر به تورم افزار گسیخته شد و در نتیجه مجبور شدن سیاست‌های پولی خودشون رو نرمال بکنن و آینده این اقتصاد که در این دوره با همدیگه قرار هست راجبش صحبت بکنیم. پس پندمی، سیاست انبساطی، بعد بانک‌ها نرمال کردن سیاست‌های پولی و از اینجا به بعد یک کات میخوره. ما در ارتباط با ادامه بنیادهای اقتصاد با هم صحبت میکنیم و در جلسات آخر با توجه به همه این دیتاهایی که جمع آوری کردیم پیش بینی میکنیم که در سالهای آینده در اقتصاد دنیا
چه اتفاقی خواهد افتاد. اقتصاد دنیا، اقتصاد امریکا هست، اقتصاد چین هست، حوزه یورو هست، استرالیا و نیوزلند و کانادا رو بررسی میکنیم و در ارتباط با این مسائل میتونیم دقیق‌تر با هم دیگه صحبت بکنیم، علمی‌تر و کاربردی‌تر با هم دیگه صحبت بکنیم. این بود جلسه اول. حتما این مسائل رو یادداشت بفرمایید. نکات بسیار ارزنده‌ای داخلش هست که میتونید استفاده بکنید. موفق و مؤید و پرسود باشید. وقتتون بخیر.